آقایون انتظار خاصی از ما ندارن، ما خیلی از آقایون انتظار داریم. مردان اصلا پیچیده نیستن، اصلا. یه مردی بخوای تعریف کنی دلش میخواد حالا یک زندگی معمولی دوست داره، صبح که از خواب پا میشه همسرش یک صبحانه رو آماده کنه، 10 دقیقه یه رو هم بیشتر وقت نمیبره، هر مدلی که هست، املت دوست داره، نیمرو دوست داره، نون و پنیر دوست داره، یه مدلی که هست، تمام. و میره سر کار، دوست داره همسرش بدرقش کنه، ببوسش، بغلش کنه، نمیدونم کاپشنشو دستش بده، کیفشو دستش بده، بارون میاد چترشو بده، تمام. این مرد میره خیلی به موقع هم بیاد خونه، قبل از 4 و 5 غروب هم خونه نمیاد، 7-8 ساعت بیرونه. ما فرض میکنیم یه خانمم خانه داره، یه بارم تو روز بهش زنگ بزن، بیشترم نمیخواد زنگ بزنی، به جای اینکه ازش مطالبه گری کنی، سر را خیار بیار، سیب بیار، گوجه بیار، فقط زنگ زدم حالتو بپرسم، دلت درد میکرد، دلت بهتر شد، چی برات درست کنم برا شام، همین یه گفتگوی 1-2 دقیقه، تمام. وقتی هم همسرت از بیرون برمیگرده یه چایی دمنوش یا مدلی که دوست داره، تمام. خونه آروم باشه، خونه مرتب باشه، غذاش آماده باشه و حالا یه اتاق خواب پررنگی هم فراهم باشه و سلام، نامه تمام. مردا اصلا پیچیده نیستن.